روز 22 سپتامبر در شهر دوحه قطر واخوری خسرو صاحبزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در دولت قطر با یوسف بن محمد العثمان فخرو وزیر رشد اداری، مهنت و امور اجتماعی این کشور برگزار گردیده است. طوری وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر می‌دهد در رفت صحبت مسئله‌های وابسته به راه‌اندازی همکاری‌های متقابلا سودمند در ساحه مهاجرت مهنتی و راه‌های تطبیق عملی سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولتی قطر عاید به تنظیم قوه کاری که ماه فوریه سال جاری در دوحه به امضا رسیده است مورد بررسی قرار گرفتند. گفته می شود در این زمینه جانب‌ها اطراف تأسیس گروه کاری بین صحوی عاید به جلب قوه کاری از تاجیکستان به قطر، امکانات تنظیم دوره‌های آموزشی مهاجران مهنتی و اختصاص‌های مورد نیاز بازار مهنتی قطر تبادل نظر کردند. سید اسرار سیدوف سرداری ریاست مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفته است سازشنامه بین حکومت تاجیکستان و دولت قطر عاید به تنظیم قوه کاری 3 فوریه سال روان ضمن سفر وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان به امضا رسیده بود. در همین حال کارشناسان به این باورند که امکان جلب مهاجران تاجیک برای کار در این کشور عربی با سبب‌های زیاد بسیار ناچیز است و این عملکردهای حکومت را تبلیغات سیاسی می‌نامند. زیاده از 800,000 جوانان ما که مهاجران تاجیک از روی خط روسیه برای درآمدن که ودورینی اونا در تاجیکستان هست، نه کمتر از 800,000. همین رقم در 5 سال اخیر زیاد شد، کم نشد. و چرا دیگر دولت ها آنها نرفتند؟ حتی امروز قطر باری اول نیست و وابسته به چمپیونات جهان است، گذراندن فوتبال، ساختن شهرهای نو، استادیوم‌های خوب، پولی کلان است. معنیش قطر ممکن نه زیادتر از 3 میلیون اهالی دارد. چون این امضا فقط ملت تاجیک یک پیشبینی دارد که در آینده در وطن خود ماندن است. که در 27 سال این کار نشد. تنها روسیه رو میخواد، چون که آنها در آنجا برادران نزدیکان خود رو دارن از ملت خود و با زبان خود زیادتر گپ میزنن و هر کاری کرده میشود در یک رسیه کلام آنها میتونن با عذاب و مشقت هم که باشد برای یک لینچه ارد یک بابا حق کاری خودشون رو پرتوفته میتونن. حق کاری خود که مزد کاری خودشون رو با عذاب و مشقت گرفته میتونن و باید دانسته داند حکومت تاجیکستان ملت تاجیک که مهاجر تاجیک تیار نیست به دولت‌های عرب رفتن، حتی به دولت‌های اروپا. مقصد آنها باز تکرار میکنن موندن در وطن خود به جای کار نیست. حتی از اون چیزی که من دیدم با چشم خود در این 2 سالی بودم در تاجیکستان، تمام کارخانه‌هایی که در بودن پرزیدنت نشان داده میشوند کشاده شدن وای از 8 تا 10 نفر، ممکن زیادتر از 20 نفر در همین یک روز بعد از رفتن پرزیدنت درهای این کارخانه‌ها بسته میشوند. این همش صنعی است، یک نشان دادن است. چیزی که ما توی کلام میکنیم همه را نشان میدیم همین توی است، در اصل چنین نیست. و کیا امضا کردن با کدام مقصد؟ این یک بازیه که سیاسیه که پیشی ملت تاجیک گفتن که ما حکومت دارو در فکر شما هستیم. این نادرستی امروزه پروگرامی کنوانسی مهاجرت مهنتی در خود دولت استقلال تاجیکستان می باشد.